وضعیتی که امروز عراق درش قرار گرفته شاید به جرئت بتوان گفت که در بعد از سال 2003 تا به امروز بی سابقه بوده، برای اینکه حاکمیت ملی عراق امروز زیر سوال هست. آقای احمد جبوری نماینده پارلمان عراق توی فیسبوک خودشون اعلام کرده که دیگر کسی نگوید حاکمیت ملی عراق، چون چیزی به این اسم دیگر وجود ندارد. ببین مشکل اینجاست که این جنگ اصطلاحاً نیابتی دیگر تبدیل شده به یک جنگ رو در رو و مستقیم در خاکی غیر از خاک هر دو کشور. مشکل مردم عراق امروز دست کمی از ترس و وحشت و بیم و مشکلی که مردم ایران دارن نیست. امروز مردم کردستان عراق بسیار بیمناک هستند از وضعیتی که درش قرار گرفتن. با حمله موشکی که انجام شده دیگر هیچ آرامشی وجود نداره. مقامات رسمی عراقی فقط کاری جز امید و ابراز امیدواری کردن برای بیشتر نشدن این مشکل نکردن و نتونستن انجام بدن. مقامات کردستان عراق، حکومت اقلیم جلسه‌ای داشتن امروز با حضور تمام مقامات رسمی و احزاب سیاسی برای بررسی کردن این موضوع و تنها به این اکتفا کردن که آرزو کنن که این مشکل بیشتر از این اصطلاحاً توسعه پیدا نکنه، گسترش پیدا نکنه. برای همین هیچ ضمانتی دیگه برای نگهداشت امنیت و اصطلاحاً دور شدن از این جنگ وجود نداره. آیا دولت اقلیم کردستان آماری از خسارت جانی و مالی در این منطقه ارائه داده؟ نه خیر، به هیچ عنوان. فقط قطعاتی از این موشک‌هایی که در اطراف سقوط کردن در خبرها، عکس‌ها و فیلم‌هاش بود و هیچ آمار رسمی به هیچ عنوان وجود نداره و هیچ اطلاع خاصی در این مورد نیست. آقای کرباسی، موضوع خروج آمریکا از عراق خب در روزهای گذشته به یک موضوعی تبدیل شده که خیلی محل بحث بوده. آیا با توجه به تحولات اخیر میشه انتظار داشت که نیروهای آمریکایی در عراق تعدیل بشن؟ من فکر نمی کنم. حداقل در کوتاه مدت این امر ممکن نیست به خاطر موقعیتی که عراق درش هست. من در مصاحبه قبلی عرض کردم خدمتون که موقعیتی که عراق درش قرار گرفته، تنها نیرویی که میتونه این توازن بین نیروهای نظامی و سیاسی عراق رو تضمین بکنه آمریکا هست و حضور آمریکا در این منطقه. به خاطر اینکه الان ما میبینیم آقای قیس خزعلی رهبر هشت شعبی اعلام کرده که این ایران کارش انجام داد، حالا نوبت ماست. این نوبت ماست. خیلی حرفها پشتش هست و خیلی مسائل پشتش هست. هم چند روز پیش که در پارلمان عراق رأی گیری شد، نه کردها و نه سنی‌ها درش مشارکت نداشتن و نیروهای هشت شعبی عملا تهدید به انتقام و تسبیح حساب کردن و این ترسی که الان اونا از حضور آمریکایی‌ها دارن و تلاشی که بر این امر گذاشتن که نیروهای آمریکایی رو از عراق خارج کنن، در واقع به خاطر قدرت گرفتن و یک پارچه کردن قدرت است در عراق. و این امر آمریکایی‌ها خوب بر این واقف هستن که چه اتفاقاتی بعد از خروج آنها در این منطقه خواهد افتاد. برای همین حداقل در کوتاه مدت این امر فکر نمی‌کنم انجام بشه، به خصوص در منطقه کردستان عراق. این امر امکان ناپذیره برای اینکه آمریکایی‌ها برنامه دراز مدت دارن برای حضور در این منطقه و کردستان عراق هم تا در حد توان ضامن امنیت و آسایش اونها بوده در این منطقه.